آخرین بازی مرحله گروهی توی دو گروه اول رو آلمان و سوئیس با هم برگزار کردن. آلمان با 2 تا برد توی 2 بازی قبلی 6 امتیازی شده بود، صعودش قطعی شده بود. سوئیس 4 امتیازی بود و نیاز داشت به یه تک امتیاز که بتونه صعود بکنه، یعنی به اما و اگر نکشه کارش، اسکاتلند اونور نبره به اما و اگر بکشه. ولی خب صعودش تقریبا میتونیم بگیم حالا دوم یا سوم قطعی شده بود، ولی خب می‌خواست قطعا تو مرحله حذفی حضور داشته باشه. و وای از این تیم سوئیس چقدر خوب بازی کرد، چقدر خوب این تیم، چقدر مراد یاکین عالی ارنج میکنه تیمش رو. در نهایت هم با گل دقیقه 90 خورده‌ای فولکروگ آلمان تونست گل تساوی رو بزنه به سوئیس و بازی رو 1-1 بکنه، خودش اول بره بالا، سوئیس دوم. بریم گل‌ها رو ببینیم، برگردیم بازی رو با هم بررسی کنیم. گل اول بازی رو سوئیس به ثمر رسوند تو دقیقه 25. حرکت از سمت چپ توسط فرولر و سانترش روی دروازه، قطع توپ عالی اندویه. قبل از اینکه توپ به رودیگر برسه اندویه توپ رو قطع میکنه، کنج سقف دروازه رو میشکافه. نویر هم بعدش، یعنی فکر میکردن توپ رد میشه، خیلی پاشو دراز کرد به توپ رسید و تک گل سوئیس رو تو دقیقه 25 اندویه به ثمر میرسونه. گل تساوی بازی رو برای آلمان فولکروگ دقیقه 92 به ثمر رسوند. سانتر خوب داوید راوم روی دروازه که به عنوان یار تعویضی اومده بود به بازی، برای فولکروگی که خودش هم به عنوان یار تعویضی اومده بود به بازی رو به تساوی کشون تا آلمان به عنوان تیم اول صعود بکنه. فولکروگ تبدیل شد به تاریخ سازترین بازیکن آلمان در تاریخ این کشور که بیشترین گل رو روی تعویض بازیکن به ثمر میرسونه. یعنی هر وقت تعویض شده یه گلی زده بالاخره دیگه. فوق العاده است و نمیدونیم چرا ثابت بازی نمیکنه. عرضیه داخلی منطقه الجزاء راسیه. اما بریم سراغ بازی و دو تیم. سوئیس که فوق العاده بود تو این بازی، یعنی وسط زمین رو کلا از کار انداخته بود برای آلمان. یعنی تونی کروس که بهترین بازیکن زمین هم شد برای آلمان، اجازه نفس کشیدن نداشت و کلا آلمان روی آورده بود به بازی بلند و سانتر و اینها. حتی حرکات، هیچ حرکت ترکیبی نمیذاشتن انجام بدن و فوق العاده بودن. خط حملهشون عالی، یعنی کل بازی رو سوئیس تیم برتر زمین بود و حملات خطرناکتری انجام میداد. گرانی جاکا عالی بود توی این بازی و فوق العاده بود، بهترین بازیکن زمین هم شد و یه شوت خوشگل هم زد که نویر یه سیو خوشگل‌تر داشت. چه گلی میشد اگه توپ گل میشد. نویر نشون داد آماده است و از این گلا نمیخوره. واقعا خیلی خوشگل شوت زد. و کلا نکته مهم در مورد سوئیس اینه که اونا با آنالیز قوی برای هر بازی به بازی میان، یعنی برای هر بازی ترکیب متفاوت و آنالیز متفاوت دارن. این نشون میده که اونا تو مرحله حذفی قطعا حرفای زیادی برای گفتن دارن و تو این بازی هم روی بدشانسی واقعا تو دقیقه آخر گل خوردن، وگرنه فوق العاده بودن و حقشون قطعا برد بود و صدرنشینی. اما آلمان با ترکیب ثابت بازی قبلیش اومده بود به این بازی و یه ذره عجیب غریب بود ماجرا. شایعه بود که اینا میخوان طرف راحت‌تر جدول بیفتن، پس میخوان دوم شن و اینا، که واقعا فکر نمی‌کنم این اتفاق بیفته. یعنی الان خیلی عجیبه که بخوان این رقم بزنن. اونا خیلی داشتن حمله میکردن، یعنی فکر نکنم این اتفاق باید براشون میافتاد. ولی بنبست تاکتیکی که ناگلزمن توی بازی براش اتفاق افتاده چیز عجیبی نیست. اون با به مشکل خوردن توی بایر مونیخ با بازیکن‌ها از بایرن اخراج شد، با اون نتایج خوبی که گرفته بود، صدرنشین بود، نباخته بود و بازیکن‌ها بر علیهش متحد شدن، اینو اخراج کردن. حالا با همون بازیکن‌ها داره توی تیم ملی آلمان بازی میکنه، نویر و کیمیش و سانه و با اینا داره بازی میکنه و خب طبیعیه که این اتفاق میفته. تیم آلمان تیم رو پای نیست تقریبا میشه گفت. اونا اولین بازی سختشون این اتفاق براشون افتاد و حالا بازی سخت‌تر یه ذره شاید عجیب‌تر براشون بره. فولکروگو به صورت ثابت بازی نمیده، این عجیبه. سانر اصلا معلوم نیست برای چی میاره تو بازی، چون اصلا آماده نیست و خیلی هم تکروی میکنه. کیمیش که آندریش چرا اصلا بازی میکنه، جاش امره جان بازی نمیکنه. یه ذره کلا ماجرای آلمان ماجرای عجیبیه و اونا تو بازیای مهمتر قطعا به مشکل میخورن و خیلی بعیده اونا در قامت مدعی ادعای قهرمانی داشته باشن که بعیده حتی از مرحله 1/8 بالاتر آلمان رو ما ببینیم. اما جدول گروه، آلمان با 7 امتیاز به عنوان تیم اول صعود کرد، سوئیس با 5 امتیاز تیم دوم صعود کرد و مجارستان 3 و اسکاتلند 1. مجارستان که باید وایسه ببینه تیم سوم صعود میکنه. آلمان تو مرحله بعدی باید با تیم دوم گروه سوم بازی بکنه که انگلیس،
اسلوونی، دانمارک، صربستان همه شانس دارن که دوم بشن. سوئیس هم باید با تیم دوم گروه دوم بازی کنه، یعنی یه تیم از بین ایتالیا و کرواسی و آلبانی که ایتالیا و کرواسی برندهشون یا مساوی یا اینا، بازی سختی خواهد بود برای سوئیس. حالا چه ایتالیا چه کرواسی بازی سختی، اگه ایتالیا بیاد که خیلی بازی سختی میشه براشون، ولی سوئیس نشون داده که با آنالیز قوی میره برای بازی‌ها و احتمالاً میتونه از این مرحله هم صعود بکنه.